خدمات مطبوعات باجخانه منطقه سیبری روسیه روز 11 مارس سال 2024 خبر داد که کارمندان باجخانه فرودگاه تلمچو و شهر نوسیبیرسک از یک کوشش به تاجیکستان بردن مبلغ بزرگ پول نقد پیشگیری کردند. بنا به این منبع شهروند 29 ساله روسیه که از فرودگاه تلمچو و به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد از روره سبز میگذشت، ولی کارمندان باجخانه با کمک سگ بوگیر معاین کردند که این مسافر در باگاژ خود مبلغ بزرگ پول نقد را برده ایستاده است. تفتیش باگاژ نشان داد که او با خود 1,800,000 روبل و $101 داشته است. در گزارش گفته می شود که از بس که پولهای نقدی طبق قرب رسمی از $10,000 امریکایی بیشتر باید حتما اعلامیه گمرکی کرده شوند، 897,200 روبل از پولهایی که این مسافر بردنی بود غیر قانونی بود. در نتیجه 903,000 روبل و $101 را به مسافر برگردانده باقی مانده پولهای او را گرفتند و نسبت به او پرونده ماموری گشودند. به او برای کوشش به خارج روسیه بردن مبلغ بزرگ پول نقد جریمه هنگفت تهدید می کند. 897,000 روبل از او گرفته‌اش را نیز می توانند به فایده دولت مصادره کنند. باجخانه سیبر می گوید کارمندان باجخانه تلمچو و از اول سال از 5 کوشش به خارج روسیه بردن مبلغ‌های نقدی پیشگیری کرده بیش از 2.5 میلیون روبل، 12,200 یورو، $7,800 و 450 فرانک شویتزاری را مصادره کردند. ماده 16 کد قوه‌رانکنی ماموری روسیه برای بدون اعلامیه از مرز اتحاد اقتصادی اوراسیا بیرون بردن مبلغ از معیار بیشتر همچون جزا جریمه به اندازه از 50% تا 2 برابر مبلغ یافت شده و یا مصادره این مبلغ پیش بینی می کند. بسیاری از مهاجران تاجیک پولهای با عذاب در مهاجرت کار کردهشان را به صورت نقد به وطن می آورند. از مهاجران تاجیک دعوت می کنیم که هنگامی از روسیه برآوردن پول نقد خیلی احتیاط و طبق قانون کنند تا که پولهای با این قدر عذاب و مشقت در ملک غریب به دست آوردهشان را مصادره نکنند. پر کردن اعلامیه گمرکی کاملا بی پول است و در صورت پر کردن آن کسی حق مصادره پول شما را ندارد.